یکم. زبان چیست؟ زبان مهمترین واسطه علاقه مخابره بین مردمان است. دوم، زبانشناسی چیست؟ زبانشناسی علم است که قانون و قاعده های زبان انسان را می آموزد. سیوم، قسمت های اساسی زبانشناسی کدام هایند؟ یک، فونетика آوازشناسی. دو، لکسیولوژیا. سیوم، مورفولوژیا. چهار، املا. پنج، سینتاکسیس. شش، فرازئولوژیا. هفت، اسلوبشناسی. چهارم، فونетика چیست؟ فونетика یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده آوازهای نطق را می‌آموزد. پنجم، لکسیکولوژیا چیست؟ لکسیکولوژیا یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده ترکیب کلمه و لغت را می‌آموزد. ششم، مورفولوژیا چیست؟ مورفولوژیا یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده حصه‌های نطق را می‌آموزد. هفتم، املا چیست؟ املا یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده قاعده‌های درست نوشتن کلمه‌ها و شکل‌های گراماتیکی را می‌آموزد. هشتم، سینتاکسیس چیست؟ سینتاکسیس یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده قانون و قاعده‌های عبارت و جمله را می‌آموزد. نهم، فرازئولوژیا چیست؟ فرازئولوژیا یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده قانون و قاعده‌های عباره‌های استوار تعبیرها را می‌آموزد. دهم، اسلوبشناسی چیست؟ اسلوبشناسی یکی از قسمت‌های زبانشناسی بوده اسلوب‌های نطق را می‌آموزد.